در آستانه ضرب‌الاجل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر روسیه برای قطع جنگ در اوکراین، واشنگتن در پی نفستن کردن اقتصاد روسیه است و برای این کار هدفی نوی یافته است، آن هم نفت فروشی روسیه به چین. حجم نفتی که چین از روسیه می‌خرد یک مانع اساسی در مذاکرات آمریکا و چین درباره تجارت دوجانبه است که در شهر استکهلم ادامه دارد و دو طرف سعی دارند که اختلاف‌های زیادی را برای پیشگیری از باج‌های تنبیهی بگیرند. با افزایش ناامیدی ترامپ از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به دلیل بی‌توجهی او به تلاش‌های گذشته برای برقراری صلح در اوکراین، واشنگتن امیدوار است با محروم ساختن مسکو از میلیاردها دلار درآمد از نفت ابزار فشاری بیشتر به دست دارد. دنیس ویلدر که در عهد جورج بوش مشاور ارشد او در مسائل چین بود، به رادیوی آزادی گفت که دولت آمریکا به این درک رسیده است که فروش نفت روسیه به چین چقدر اهمیت دارد. بدون فروش این نفت می توان گفت که اقتصاد روسیه احتمال بیشتر از این شاهد سقوط اقتصادش می شد. اما مایل کردن چین برای قبول طلبات آمریکا سخت بوده است، چون مقامات چین در جریان ملاقات گفتند که خرید نفت را از روسیه کم نمی کنند. در واکنش به این موضوع، اسکات بیسنت وزیر مالیه آمریکا احتمال جاری کردن باج 100% را برای چین مطرح کرده است. وزارت کارهای خارجه چین هفته گذشته در واکنش به تهدید تعرفه‌های بیشتر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که چین همواره تأمین خویش را با نفت و گاز برای منافع ملیش تضمین خواهد کرد. به گفته این وزارت، مجبور کردن و فشار به جای نمی رسد. مقامات سابق و تحلیلگران بازار نفت و گاز که با رادیو آزادی صحبت کردند، گفتند که چین به احتمال غالب خرید نفت را از روسیه بس نمی کند. اما آنها میگویند شاید چین به نشان حسن نیت برای مدت خرید نفت روسی را کمتر کند تا سازش تجارتی حاصل شود و راه برای دیدار رهبران چین و آمریکا سی جین پینگ و دونالد ترامپ در ماه اکتبر بازگردد. ولی مایل کردن چین به کاهش خرید نفت روسیه به مذاکرات پیچیده آمریکا و چین وابسته است که در شوئد ادامه دارد و باید تا روز 12 آگوست با سازش به پایان رسد. بر علاوه طلب کاهش خرید نفت از روسیه، آمریکا از چین خواسته است که خرید نفت را از ایران به تمام قطع کند که زیر تحریم‌های آمریکا است. ایران 90% نفت صادراتیش را به چین می‌فروشد و به گفته تحلیلگران 5 نفت چین را روسیه تامین می‌کند.